برادرای عزیز، انشاءالله اکو سوال هایی که در پیش منن من برای شما انشاءالله جواب میدم. یک خواهر عزیز ما الله مهربان حفظش کند سوال دادد که استاد جان میگویند که تا شوهر راضی نباشد زن داخل جنت نمی شود، اگر به شرطی که مرد بد اخلاق باشد، مرد همیشه دست به زنا زند، همیشه مست و الست بیاید، خلاص تمام دشنام و تحقیر در نسبت زنش روا ببیند، زن طعنه کند، در این صورت چی می شود؟ حقیقتا برادران عزیز و گرامی، من در سوال و جواب پیشترک گفته بودم که دیگر در گرد همین زن و مرد بیا من دیگر صحبت نکنم، لیکن باز میستم اندیشه میکنم وقتی که الله درباره زن و مرد گپ میزند، رسول او وقتی که میفرماید وظیفه منم رسانیدن سخن الله و رسول است. برای من این سوال چند بار در محفل هایی که من میشینم برای من زنهایی هستند در همون محفل که میپرسند که داملا خلاص حقیقتا سخن الله و رسول است که رازگی مرد زن داخل جنت میکند. این درست، مقصد ایرا ما قبول داریم، زیرا این ایرا الله و رسول گفته است. لیکن وقتی مردی که دارای این خصلت ها باشد او ایرا چخیل ما مقصد راضی کرده میتونیم در نسبت این خیل مرد مقصد ما چی معامله کنیم؟ از این لحاظ خواهرای مادرای عزیز، من چندین بارها گفته بودم که این سخن من یا این گفته من با این معنا هست که شوهری که اگر از حق و حقوق شما وقت دفاع میکنه، یعنی گپ در سر مرد می رود که البته به البته چی وظیفه بزیمه او هست، او از وظیفه های خودش مقصد 100% برآمدگی است و هرگاهی که مردی که حقارت داد، مردی که حالی تا جای می شود که در پیش زنهاشون میگه، در پیش ما میگه، میاید تلفن میبرارد با همون طریق ایما قطعی میگه، حتی در پیش ما با اون زنهای بیگانه صحبت میکنه. این ریزاگی که من میگویم این به این مردها یگان ربطی نداره خواهر عزیز. یعنی تا زمانی که اینها خودشون اصلاح نکنن، تا زمانی که با شما معامله خوب کنن و شما وقتی که اینها را ملال میکنین، خفه میکنین، دلهاشون سیاه میکنین، خلاص همین مرد از خودتان ناراضی میکنین، انا اینجا در شما روی جنت نمیبینین. یکی وقتی که اینها در حق شما اینقدر جبر کنن، ظلم کنن، شما همون مقدار توانایی یا همون لازمه ای که به گردنتان هست که لباسی او را میشوی، طعامش تیار میکنی، خلاص همونها را شما اجرا کنین، دیگر این آدم دلش ایتو راضی هست نیست، با زبانش میگد نمیگه، ایناش اعتبار نداره.